سلام، بهنام خانی هستم، مدیر و مدرس وبسایت های تمرین 24 و کد آکادمی. خب بریم سراغ تمرین عملگرها در زبان پایتون. اینجا از ما خواسته که عدد 10 رو به مقدار متغیر number of items اضافه کنیم. خب این با عدد 30 مقدار اولیه شده، ولی ما اینجا میخوایم عدد 10 رو بهش اضافه کنیم. کاری که باید انجام بدیم این هست که باید بگیم چیزی که داخل number of items هست که عدد 30 باشه به اضافه 10. به این صورت ما میتونیم مقدار 10 رو بهش اضافه کنیم. اگر قرار بود که با خود عدد 10 آپدیتش کنیم که فقط اینجا عدد 10 رو میذاشتیم. سوال بعدی از ما خواسته که عدد 5 رو از متغیر اسپید کم کنیم که باز همون فرمول رو استفاده میکنیم. اسپید برابر است با مقداری که داخل اسپید هست منهای 5 و به این صورت ما 5 واحد از این کم کنیم. سوال بعدی از ما خواسته که مارکت شیر رو مقدار 1.75 رو ازش کم کنیم. خب ببینید اینجا 2 تا جای خالی به ما داده، بنابراین نمیتونیم بگیم مارکت شیر برابر است با مارکت شیر منهای 1.75. ما باید از اون شورت هند فرم ها استفاده کنیم، حالت های میانبر یا کوتاه. بنابراین اینجا به جای اینکه اون کار رو انجام بدیم میگیم منها و مساوی 1.75. این در واقع برابر با این کد برابر با مارکت شیر مساوی با مارکت شیر منهای 1.75 میشه. منتها اینجا ما از این حالت کوتاه استفاده کردیم. ما همین رو برای عملگر جمع داریم، برای تقسیم داریم و ضرب داریم. یعنی اینجا ما میتونیم به جای این بگیم speed minus equal 5. speed منها مساوی 5 به جای این که یک چنین چیزی داشته باشه. خب سوال بعدی از ما خواسته که این کد رو بررسی کنیم ببینیم چه مقدار توی خروجی چاپ میشه. ما یه بلت داریم، کیف پول داریم، یه مینتیننس داریم که در واقع هزینه نگهداری رو داره بهش اشاره میکنه و اینجا گفتیم که بعد از اینکه ما این هزینه رو پرداخت کردیم چه مقدار پول برای ما میمونه. حالا نکتهش اینجاست، ما 500 رو با یک نقطه اعشار داریم، با 2 رقم اعشار داریم که 0 هست، منهای 400 میکنیم که 2 رقم اعشار داره و اینجا از ما خواسته که جواب رو چاپ کنیم و 2 تا آیتم بهمون داده. گفته مقدار 100 نقطه 0 چاپ میشه به این دلیل که هر دو عدد اعشاری هستند، بنابراین نتیجه هم اعشاری خواهد بود. و اینجا گفته نه، مقدار 100 بدون اعشار چاپ میشه به این دلیل که مقدار اعشاری این عبارت 0، پس پایتون نادیدش میگیره. خب اگر ما این رو در نظر بگیریم به ما میگه که این اشتباهه. پس توی این عملیات ریاضی اون اعشار از بین نمیره حتی اگر 0 باشه. پس این نکته رو حتما توی ذهنتون داشته باشید. جزء نکته‌ای هست که توی مسابقه برنامه‌نویسی برای سطح جونیور حتما ازتون پرسیده میشه. خب سوال بعدی، چه عددی توی خروجی چاپ میشه؟ باز این سوال هم از اون سوالای تریکی هست. 8/2 عدد 4 چاپ میشه. اینجا گفته نه، عدد 4.0 چاپ میشه به این دلیل که حاصل عملگر تقسیم همیشه یک عدد اعشاری. این رو شما به عنوان جواب کامنت کنید برای من ببینیم که چی کار میکنید. خب سوالات وارد مراحل جدیدی میشه از پیچیدگی. حالا یواش یواش با یه شیب ملایمی این پیچیدگی رو ما بهش مسلط میشه. توی پایتون کدوم عملگر حق تقدم بالاتری داره؟ یعنی چی؟ یعنی شما یه عملیات ریاضی که میخواید انجام بدید از چپ به راست حساب میشه معمولا، ولی اگر یه عملگری در واقع اولویت بالاتری داشته باشه، حق تقدم بالاتری داشته باشه، دیگه مهم نیست که از چپ به راست باشه، اول اون عملگر انجام میشه و بعد عملگری که حق تقدم پایین‌تری داره. حالا اینجا در نظر داشته باشید که ضرب و تقسیم از عملگر جمع و تفریق اولویتشون بالاتره.
یعنی توی یه عبارت ریاضی اول اون ضرب و تقسیم انجام میشه، بعد اون جمع و تفریق. خروجی این برنامه چه عددیه؟ از شما میخوام بر اساس اون چیزی که یاد گرفتید خودتون اون رو محاسبه کنید و کامنت کنید. عدد بعدی اینو به عنوان سمپل توضیح میدم. خب میبینید که یک عبارت ریاضی داریم. توی این عبارت ریاضی ما جمع داریم و ضرب. این اولویت بالاتری داره، بنابراین اول b در c ضرب میشه، بنابراین 2 در 3 ضرب میشه، عدد 6 به دست میاد. حالا ما میمونیم و 2 تا عملگر که حق تقدم یکسان داره. حالا اینجا مثلا 2 تا جمع، مسلما 2 تا عملگر جمع حق تقدم یکسان داره، یا مثلا جمع و تفریق بود حق تقدم یکسان داره. زمانی که عملگرها حق تقدم یکسان داشته باشن دیگه از چپ به راست ما این رو حساب میکنیم. بنابراین اول این حساب میشه، b در c عدد 6 به دست میاد، 6 رو با 1 جمع میکنیم میشه 7 و بعد 7 رو با 4 جمع میکنیم عدد 11 برای ما به دست میاد. خروجی این برنامه چه عددیه؟ حالا این چیزی که گفتیم تا الان در رابطه با حق تقدم ها، یک چیزی میاد و اووررایدش میکنه، جایگزین میشه، در واقع یک تبصره میاد و این رو نقض میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینجا ما انتظار داریم که اول b در c ضرب بشه و بعد با این a که داریم جمع بشه، ولی زمانی که ما پرانتز داریم، پرانتز میاد حق تقدم ها رو پاک میکنه و میگه شما اول بیا داخل پرانتز رو حساب کن. بنابراین a plus b عدد c رو به ما میده، 10 به اضافه 20 عدد c رو به ما میده و c رو که ضرب کنیم با عدد c عدد 900 به دست میاد. حالا اینجا باز ما تو خود پرانتز میتونیم حق تقدم داشته باشیم، یعنی داخلی ترین پرانتز اول حساب میشه و بعد بیرونی ترین پرانتز. حالا تعداد این پرانتز ها میتونه چند تایی که ما مد نظرمونه باشه. a plus b عدد 3 رو به دست میاره، 3 ضرب در 3 میشه عدد 9 به دست میاد و 9 با 4 جمع میشه عدد 13 به دست میاد. خب حالا دسته دیگه از عملگرها عملگرهای مقایسه‌ای هستن که یک مقدار رو با یک مقدار دیگه مقایسه میکنن. حالا اینجا گفته که از یه عملگر مقایسه‌ای استفاده کنید که مشخص بشه آیا توانایی خریدن این گجت مورد نظر داریم یا نه. ما اینجا یه بودجه‌ای داریم و یه گجت پرایسی داریم، قیمت اون گجتی که میخوایم داریم. باید ببینیم که آیا بودجه ما بزرگتر یا مساوی اون گجت پرایس هست. اگر باشه این ترو میشه مقدارش. در نظر داشته باشید عملگرهای مقایسه‌ای همیشه یه مقدار ترو فالس برمیگردونن، بنابراین این مقدار همیشه بولیان میشه. توی این تعریف نام متغیر هم دقت کنید. اینجا گفتیم is gadget affordable، آیا گجت مورد نظر در واقع قابل خرید هست، توانایی خریدش رو داریم، به صورت سوالی مطرحش کردیم و بعد این رو توی خروجی چاپ میکنیم. سوال بعدی از ما خواسته بررسی کنیم آیا گارانتی هنوز فعال هست یا نه. خب تعداد روزایی که حالا اون محصول ما گارانتی داره 60 روز هست به عنوان مثال، حالا هر واحدی 60 هفته، حالا اینجا روز هست 60 روز هست و تعداد روزایی که از اون گارانتی گذشته 42 روزه. حالا باید بیایم ببینیم آیا گارانتی ولیده. ببینید باز اینجا سوالی مطرحش کردیم، به این معنی که ما انتظار داریم این یک مقدار ترو فالس نگهداری کنه. خب اومدیم گارانتی دیز و منهای پس دیز کردیم، گفتیم آیا وقتی که این تفریق رو انجام میدیم جواب بزرگتر از 0 روز هست؟ اگر باشه که ترو میشه، یعنی گارانتی فعاله. اگر نه که خب گارانتی ما غیر فعال میشه. بررسی کنیم آیا پروفایل کاربر فعال هست یا نه. خب ما یه متغیری داریم رشته‌ای با نام استاتس که مقدار فعال رو نگهداری میکنه. حالا آیا میخوایم بررسی کنیم آیا پروفایل کاربر فعال هست یا نه.
خب ما باید بیایم ببینیم که آیا این استاتس کاربر که در واقع وضعیت کاربر رو نشون میده برابر هست با فعال، رشته فعال. باز اینجا دوباره ترو یا فالس برمیگرده. نکته‌ای که وجود داره برای انتساب ما از یک مساوی استفاده میکنیم و برای بررسی تساوی از 2 تا عملگر تساوی باید استفاده کنید بدون اسپیس. سوال بعدی، خروجی برنامه زیر چی هست؟ گفته آیا ترو رو برای ما چاپ میکنه یا یه ترویی رو چاپ میکنه که رشته هست داخل دابل کوتیشن. خب ببینید ما گفتیم همیشه عملگرهای مقایسه‌ای یا ترو برمیگردن یا فالس، یعنی یک مقدار بولیان. بنابراین متغیر ما از نوع بولیان خواهد بود و متغیر بولیان رشته برای ما بر نمیگردونه. پس این گزینه صحیح خواهد بود. باز اینجا سوال آورده که نوع این is guarantee valid از چه نوعی خواهد بود؟ باز میگیم بولیان، چون باز عملگر مقایسه‌ای استفاده کردیم. عملگر مقایسه‌ای همیشه یک بولیان برای ما برمیگردونه. اینجا خروجی برنامه چیه؟ خب ما میدونیم که این خروجی برنامه بولیانه، چون از یک عملگر منطقی استفاده کردیم. عملگر منطقی and بودن یا or. آیا A و B ترو هستن یا فالس؟ خب ببینید مقدار A ترو هست، مقدار B فالس هست. A and B زمانی ترو میشه که هر دو این A و B ترو باشن، ولی اینجا میبینید که مقدار B فالس هست، بنابراین ترو and فالس جواب فالس به ما میده. این گزینه صحیح هست. و سوال بعدی گفته فرض کنید که یک کاربری که حق دسترسی ادمین یا مودریتور رو داشته باشه میتونه به پست‌های یه سایت دسترسی داشته باشه. حالا با توجه به این منطق بیاید این کد رو تکمیل کنید. گفته که یوزر رول ما ادمین هست. حالا بیاید بررسی کنید با توجه به اینکه کاربر ما ادمین هست آیا دسترسی به پست‌های سایت داره یا نه. اینجا میگیم اگر که یوزر رول ما مساوی بود با ادمین و یوزر رول ما مساوی بود با مودریتور. ببینید اینجا منطقه اگر بررسی کنیم گفتیم که کاربر در صورت که حق دسترسی ادمین یا مودریتور رو داشته باشه، بنابراین اینجا باید از عملگر منطقی اور استفاده کنیم، چون اینجا شرط گفته یا، گفته اگر صد دسترسی یا ادمین بود یا مودریتور، اون موقع میتونیم بگیم که کاربر دسترسی به پست ها داره و این هم ترو برمیگردونه یا فالس. اور و اند یا ترو برمیگردونه یا فالس. و اینجا گفته که فرض کنید که اگه کاربری عضو ویژه یه سایت باشه و یا سفارش اون حداقل $100 باشه میتونه درخواست پستی رایگان کنه. خب ببینید جمع کل سفارشات کاربر $150. پس بنابراین این شرط رو پاس میکنه و کاربر VIP هم هست، این شرط رو هم پاس میکنه. حالا و این مقدار هم گفته که اگه که از $100 به بالا باشه میتونه درخواست پستی رایگان کنه. حالا آیا کاربر الیجیبل یا واجد شرایط هست برای ارسال رایگان؟ باید بیایم بررسی کنیم. بگیم اگر اون سفارشی که داده، مبلغ سفارشی که داده بزرگتر از فری شیپینگ لیمیت باشه یا کاربر ویژه باشه. این او رو دقت کنیم. میتونیم بگیم که این ترو برمیگردونه، چون همین شرط درسته، همین شرط یکی از این شرط هم درست بود، باز این ترو برمیگردونه چون داریم از اور استفاده میکنیم. خب این هم از این. در صورتی که مشکلی داشتید توی این مباحث میتونید دوره پایتون رو شرکت کنید و برای مباحث کاملا مسلط بشید. بحث بریم پایین‌تر، عملگرها. ببینید اینجا توی فصل مقدمات زبان پایتون
ما در رابطه با عملگرهای منطقی و حالا عملگرهای مقایسه‌ای و عملگرهای دیگه صحبت کردیم. پس اینجا میتونید در رابطه با این یاد بگیرید.